آب، سبزه، علف سبز گندم، سبزه تازه گندم از مرحله در واقع رویشی قبل از اینکه به مرحله زایشی برسه، یعنی قبل از اینکه اون علف سبز لوله بشه و تبدیل بشه به یه پایه، در واقع یک ساقه چوبی که گره داره تا در واقع منجر به زایش گندم بشه، قبلش وقتی علف سبزه مثل چمنه، اولش گندم اون شکلیه دیگه، مثل چمن سبز میمونه. در اون مرحله وقتی که سبزه گندم رو میچینن و آبش رو میگیرن، آب سبزه گندم یکی از همون ابرخوراک ها یا سوپرفود ها هست که انرژی زیستیش 210,000 بویسه. اگر ما بتونیم چیزایی بخوریم که انرژی زیستی اونها از انرژی زیستی ما بالاتره، حال ما رو بهتر میکنه. اگر ما چیزایی بخوریم که سطح انرژی زیستی اونها از انرژی زیستی ما پایین‌تره، حال ما رو بدتر میکنه، روند پیری رو تسریع میکنه. و هر چقدر شما چیزایی میخورین که سطح انرژی حیاتیشون خیلی بالاست، مثلا سوپرفود مصرف میکنین، مثل آب سبزی گندم، مثل گرده گل، مثل روغن نارگیل، مثل لیمو ترش، مثل میوه های گرم، مثل چیزی که طبیعی هستن که اینا انرژی زیستیشون 6500 خیلی بالاتره، سطح سلامت و انرژی زیستی شما میاد بالا.